بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شما شاگردان گرامی و عزیز. انشالله که خوب و صحتمند باشین و آرزو دارم که کار خانگاهتان هم حل کرده باشین و شاگردانی که در صنف حضور دارن اینا رو هم خوش آمدید میگیم. انشالله تمامیتان بتانین از اینکه دور هم جمع شدیم یک چیزی خوبی را یاد بگیرین. پس بیاین که درس امروز یک معرفی بکنیم. درس ما مضمون تعلیم و تربیه اسلامی است، صنف دهم و درس 42. درس 42 امروز میخوانیم بخیر که عنوان درس ما است رد. رد یک موضوع خیلی مهم در علم میراث است که انشالله این موضوعات را بحث خواهد کردیم که از صفحه 124 تا 125 کتاب شما را شامل است. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. بیاین که یک بار درس گذشته رو مرور بکنیم که در مورد تخارج خوانده بودیم و ای که گفتیم تخارج از خروج گرفته شده و در اصطلاح علم میراث عبارت از این است که از جمله وارثان میت، وارثان خود میدانین کسانی که قرار است حق ببرن از اموال میت، یک نفر یک چیز معین را زمانی که از متروکه میگیره و از سهم شدن در متروکه باقی مانده به نحوی یا بالاخره نظر به شرایط یا نظر به قانونی خارج میشه. اینی موضوعات را میگه موضوع تخارج و این موضوع زمانی میتونه درست باشه و جایز باشه که بر اساس رضایت تمامی ورثه ها انجام شود. و یک موضوع دیگه هم در کنار ما داریم، مثلا در صورتی که یک شخص با گرفتن چیزی از متروکه میت از متباقی اموال باقی مانده مثلا صرف نظر میکنه یا مصالحه میکنه با دیگر ورثه ها که این موضوع باز بحثش فرق میکنه و سهم وارث مذکور، همین کسی که مصالحه کرده، از میان برداشته میشه و متباقی اموال بر اساس سهم های ورثه های متباقی باز دوباره سنجش میشه، تصحیح میشه، حقوق هر کدام مشخص میشه. این بود درس روزی گذشته ما. بیاین که در درس امروز هدف درس ما چی است؟ قرار است که چی یاد بگیریم از درس امروز ما. در درس امروز دو هدف داریم. هدف اول ما آشنایی با رد است. با رد انشالله آشنا خواهد شدیم، ببینیم که با کدام موضوع گفته میشه و مثال هم اگر امکان داشت کار میکنیم. و هدف دوم ما آشنایی با حمل است که این موضوع هم یک از موضوعات مهم است که انشالله در موردش صحبت خواهد کردیم. پس بیاین که رد یک بار آشنا شویم که رد چی است، یک تعریف بکنیم. شما هم آماده باشین. رد در لغت رجوع و بازگشت را گویند و در اصطلاح علم میراث عبارت است از برگردانیدن اسهام باقی مانده از ذوی الفروض در عدم موجودیت عصبه به ذوی الفروض نسبی به اعتبار سهام آنها نه به اعتبار رؤوسیشان. خب این موضوع کاملا واضح است. زمانی که اگر ما بخوایم که سهم هایی که باقی مانده در صورتی که ببینیم کدام عصبه دیگر موجود نیست، در این صورت ما به ذوی الارحام نسبی، آنچه که از لحاظ نسب به میت نزدیک هستند، باز میتونیم که به این اعتبار دوباره به ذوی الفروض نسبی تقسیمات بکنیم که این موضوع را رد برش میگن و از همین جاست که از طریق رد حقوق ذوی الفروض اضافه میشه، ذوی الفروض نسبی. اما اصل مسئله کم میشه، لذا نتیجه رد برعکس عول است. عول که بیاد دارین درست است، زمانی که گفتیم تعداد اسهام زیاد میشه بر مخرج سهم در این صورت است، اما این موضوع که است برعکس است، یعنی سهام کم میشه چون گفتیم در صورت عدم موجودیت عصبه و زیرا در اول اصل مسئله زیاد ولی حقوق ذوی الفروض کم میگردد. چون گفتیم حقوق ذوی الفروض چرا کم میگردد؟ به خاطر که عصبه موجود نیستند، به این خاطر است که ذوی الفروض نسبی باز میتونه که سهم شود و رد به دو شخص صورت نمیگیرد، به زوج و زوجه.
بیاین در مورد یک مثال براتون بگویم. شما فرض کنین که دو دختر میراث میبره و اصل این مسئله بر اساس سه است که باز میتونیم در مورد دو دختر این سهم را از 3 رد بکنیم به 2. این شکل یک مثال دیگه براتون بگم. مثلا زوج است، کسانی که ورثه میبره یک زوج است و 3 دختر است. زوج را که گفتیم در صورتی که اولاد داشته باشن از زوجه خود، در این صورت ربع حصه را میتونه که میراث ببره، یعنی 4 حصه میشه اموال و از 4 حصه 1 حصه را من حیث میراث میبرن. و 3 دختر بر شما گفته بودیم زمانی که 3 دختر باشه از 2 دختر زیادتر باشه، در این صورت باز ثلثان اموال را میتونن که من حیث میراث ببره، یعنی از 3 حصه 2 حصه. اما در این صورت چون مسئله ما بر اساس 12 حساب میشه. چرا 12؟ به خاطر شما سهل بکنین سهمشون دقت بکنین، از 3 دختر 3 است و از زوج یعنی شوهرش 4 است. 3 ضرب 4 میشه 12. به خاطر این کارا میکنیم که بتونیم خوبتر سهم تمامی ورثه ها را تشخیص داده بتونیم. مثل در ریاضی که یک مفهوم داریم به نام تقسیم یک کمیت و یک نسبت های معین. چون اینجا نسبت اینا یکسان نیست، یعنی پدر یا شوهری که است با دخترها نمیتونه مساوی حق ببره. به این خاطر است که ما مجبور هستیم سهمایشان رو ضرب بکنیم تا بر اساس او اموالی که باقی مانده تقسیم شود و بعدا سهم هر کدامشان مشخص شود که باز در این صورت ما میتونیم از 12 رد بکنیم به 4. این بود موضوعی که در مورد رد مطالعه کردیم. سوال نداریم تا قسمت؟ نه. سوال که نداریم میریم موضوع حمل یک بار مطالعه میکنیم که موضوع حمل چی هست و در علم میراث چی کاربرد داره. مسائل مربوط به ورثه که قبلا تذکر دادیم، ولی اگر یک زنی باشه که وارث میت نیز می باشد، فرض کنید یک خانمی باقی مانده که میتونه از میت سهم ببره، اما این خانم حامله است و در صورتی که متروکه به امی ورثه میت تقسیم شود با سهم نمی حمل موقوف گذاشته میشه، یعنی نگهداری میشه. او طفلی که در بطن این خانم است، یعنی سهم او طفل اینجا مد نظر است و وقف میشه و نگهداری میشه. و درباره تعیین سهم حمل علما نظریات مختلف داره، حتی اختلافات زیادی در قسمت وجود داره. اما آنچه که به قول مفتی است در کتابتان آمده در موردش بحث میکنیم، ببینیم که چی نظر دارم. اینکه بین سهم دختر و پسر هر سهمی که بیشتر باشد برای حمل موقوف و نگهداری می شود. به این معنا که اگر ببینین ورثه ها مثلا اگر دختر و پسر باشه، باز ارث هر کدام اینا که زیادتر بود، یعنی حق هر کدام اینا که زیادتر بود، باز از اونمو حق برای اونمو طفل که در بطن است بر از او وقف میشه یا موقوف میشه یا نگهداری میشه. یعنی حمل یک مرتبه مرد و بار دوم زن فرض گردیده. یعنی به این معنا اول تصور میشه که فرض کنین که می طفل مرد باشه، در این صورت یک بار سنجش میشه و بعداً فرض میکنن که دختر باشه، چون این به خاطری است که بتونن بهتر حقش را تعیین بکنه و به لحاظ است که سهم بیشتر برای حمل نگهداری میشه تا اینکه بتونن بهتر به حقوقشان برسانن. وقتی که حمل تولید میشه و مستحق تمامی مال موقوفه اگر باشد، به این معنی یعنی طفلی است که زمانی که به دنیا میآید مستحق تمامی اموال اگر باشه، یعنی اینطور موضوعات پیش میآید، استثنایی است و اینجاست که تمامی اموال برش داده میشه و در غیر ای به هر اندازه که حقش باشه، یعنی اگر این گونه نباشه باز اونم قدر که حقش است برش داده میشه و متباقی به وارثینی که از سهم آن موقوف مانده داده میشه. باز اگر دیگه وارثین هم باقی بود باز از باقی اموال برش داده میشه که در این مورد باز در علم میراث راهنمایی های خیلی خوبی صورت گرفته. این بود شاگردان عزیز موضوع رد و موضوع حمل که فقط ما آشنا شدیم. به خاطر مطالعه بیشتر این موضوعات خوب است که کتابای علم میراث را یا با علمای علم میراث بنشینیم بحث بکنیم تا این موضوعات بر ما
واضح تر شود. بین مثل درس‌های گذشته درس امروز خودم یک جمع‌بندی بکنیم و خلاصه رو براتون بگیم که در درس امروز چی یاد گرفتیم. پیش از اینکه خلاصه رو بگیم، آیا کدام سوال دارین؟ نه خیر استاد. ندارین. بسیار خوب. شما سوال ندارین، بین یک بار خلاصه درس براتون میگم. گفتیم رد در اصطلاح رجوع و بازگشت میگه و در اصطلاح علم میراث عبارت است از برگرداندن اسهام باقی مانده از ذوی الفروض در صورت عدم موجودیت عصبه به ذوی الفروض نسبی به اعتبار سهام آنها نه به اعتبار رؤوسشان. این موضوعات را به نام رد میگه و رد گفتیم که به زوج و زوجه صورت نمیگیرد که این موضوعات واضح است در علم میراث. و اگر زنی که وارث میت نیز باشد و حامله باشد، در این صورت ما موضوع حمل را خواندیم و صحبت کردیم. گفتیم که در این صورت است که از متروکه به ورثه میت زمانی که تقسیمات صورت میگیره، باز سهم اونمو طفلی که در بطن این خانم است موقوف میشه، یعنی وقف میشه، یعنی نگهداری میشه. باز بعدن دو احتمال وجود داره. در صورتی که این طفل شایسته تمامی حقوق باشه، اموال برش نگهداری میشه و زمانی که متولد میشه باز تسلیمش میشه. و حالت دیگر حالتی است که یک قسمتی از حق مربوط امی نوزاد میشه و متباقی باز برای ورثه های دیگه که باقی مانده تقسیم میشه. این بود موضوعات رد و حمل که در درس امروز در موردش صحبت کردیم. بیاین که بریم بخیر طرف کارخانگی و ببینیم که کارخانگی هایتان چی قسم سوال ها است، آیا آسان است یا مشکل. یادداشت بگیرین. سوال اول، معنای رد را بیان دارید. سوال دومیتان، رد به کدام ذوی الفروض صورت میگیرد. و سوال سومیتان، اگر در میان ورثه متوفا زنی حامله وی نیز باشد، مال متروکه وی چگونه تقسیم می شود که در همین مورد پیشتر صحبت کردیم. انشالله که سوالات را بتانین حل بکنین. آرزوی موفقیت، سربلندی و پیروزی به تمامی شما دارم. خداوند انشالله توفیق بده که بتانیم درس های دینی را خوبتر فرا بگیریم و بتانیم علم دین را بهتر فرا بگیریم و در دین و در دنیای خود و در آخرت استفاده بکنیم. خب شاگردان عزیز، به همین امیدواری شما را به خداوند مهربان میسپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.